خیلی خوش اومدین آقا. ممنون علی جان. فکر کنم غذا رو تو خونه بخوریم بهتر باشه. پس یه نوشیدنی بگیریم. چی میخوری؟ لیموناد. منم لیموناد میخورم. من یه چایی میخورم. یه چایی هم واسه من لطفا. البته گفتم غذا رو تو خونه بخوریم، ولی اگه تو چیزی میخوای بگو سفارش بدیم. عشقم؟ خب آره دیگه عشقم. شما هر جوری دلت میخواد مامان صدا کن. مامانم چند سال از این کلمات نشنیده، واسه همین خجالت میکشه. به مرور زمان خجالتش میره. سلین من با اجازهتون یه زنگ به خواهرم بزنم، اونم سورپرایز بشه. امیدوارم سورپرایز قشنگی بشه. آره خب حتما. مامان نگران آبجیمی نه؟ آره عزیزم، امیدوارم که این بار دیگه جواب بده. باورتون نمیشه ولی من خیلی هم دلم براش تنگ نشده. رعنا خانم کجاست؟ تو باغچه پایینی بودن. مهمونی ویژه‌ای دارین، برای همین همونطور که دستور داده بودین دعوتنامه ها رو برای مهمونا فرستادین. خوبه. از دوستان خبرنگارم بیرون پذیرایی میشه. خبرنگارا که داخل نمیان درسته؟ نه رعنا خانم، از در ورودی فیلم برداری میکنه. خوبه. رعنا خانم گوشیتون داره زنگ میزنه. افسون جون چند لحظه. جانم هالوک. آبجی از هواپیما پیاده شدی. چه خوب، خوش اومدی. ممنونم، ولی گوشیدو خیلی دیر جواب دادی. داریم برای شب خودمون آماده میکنیم. شب؟ تولد آبجی تو که فراموش نکردی نه؟ امروز روز تولدت بود. ای بابا، تولدت مبارک. پس من با مهمونام سریع میایم باشه؟ متوجه شدم. تو مهمونی امشب شرکت میکنن؟ تو مهمونی شرکت میکنن، شبم خونه خودمون میمونن. اگه میشه بگو 2 اتاق برای مهمونمون آماده کنن. یعنی شب اینجا میمونن؟ آره آبجی، پیش ما میمونن. نه خیلی خوب. ببینم همکاراتن؟ خب وقتی اومدن میفهمی. در ضمن آبجی لطفاً همه اونجا باشن، چون میخوام مهمونامو به همه معرفی کنم. باشه، کی میرسیم؟ 1-2 ساعت دیگه میرسیم. امروز تولد خواهرم، کلا فراموش کرده بودم. امشب تو خونه مهمونی داریم. خونه شما؟ آره؟ وای جدی میگی؟ آبجی آروم باش. آی ولی من لباس مهمونی نیوردم. مامان میشه بریم لباس بخریم؟ سلین یه دقیقه آروم بگیر ببینم. هالوک بهتر نیست ما امشب تو هتل بمونیم؟ اصلا همچین چیزی امکان نداره. اتفاقا اینجوری بهتر شد. این کارای فرمالیته رو یه شبه حلش این میکنیم. داره چی میگه، مامان داره چی میگه، هنوز میگه هتل. ساکت شو. میدونی جمعای ما بیشتر از 3-4 نفر نبوده. حالا امشب یهویی این همه آدم، یکم خجالت میکشم هالوک. نگران نباش، همه چیز خیلی خوب هیچ پیش کادوی میره. چیزی هم نگرفتیم هالوک جان، اینجوری یکم معذبم. میشه آروم باشی؟ به نازلی زنگ زدی؟ زنگ زدم، بر نداشت. اونم فعلا لج کرده. عیبی نداره، کاری که نمیکنه. تو خونه است دیگه. امیدوارم. آقای هالوک مرتاغلو، آیا حاضرید در خوشی و ناخوشی خانم گونش ییلمازو به همسری بپذیرید؟ بله. دست نگه داریم. زود باشید، زود باشید. خانم گونش ییلماز، آیا شما هم حاضرید در خوشی و ناخوشی آقای هالوک مرتاغلو رو به همسری بپذیرید؟ داشتی جایی میرفتی؟ مامان تو نباید ازدواج کنی. تو رو خدا منو تنها نذار. تنهام نذار مامان. بله. نه نه.
این عروسی سر نمیبره. علی ماشین رو وسط حیاط نزار، بذار تو پارکینگ. به خاطر جشن تولد؟ آره، در ضمن باباتم قراره با مهموناش بیاد. منم میخواستم دوش بگیرم برم بیرون. فکر کنم باید دوش بگیری و منتظر بابات چی؟ خب مهموناش کیه؟ نمیدونم، احتمالاً همکاراشن. اونا که با من کاری ندارم. پدرتو که میشناسی به این چیزا خیلی اهمیت میده. زود باش. خیلی خوب باشه. چه خبره اینجا؟ دارم دیوونه میشم به خدا. چه خبره اینجا؟ صداش یه ذره کم کنی. مسائل جا به جا کنیم. امتحان میکنیم؟ صدای خودمو نمیشنوم. 1 2 3 برای شب دارن آماده میکنن. خب 5 دقیقه به خودشون استراحت بدن. خب مثلا چی میشه؟ از صبح تا حالا دارن رو سر ما همینجوری میکوبن. سلام ترکی. رنا خانم گفتن. هی میگه رنا. بابا جان خفش کنین خواهش میکنم لطفاً. دوستان چند لحظه لطفاً. خواهش میکنم یه لحظه توجه کنید. رنا جان شما اینجا بودین؟ اینا که برای سرگرمی این کارو نمیکنن. خب آره، ولی خودتون میدونین که من گوشام خیلی حساسه، برای این گفتم. پس گوشی بذار گوشت. شما میتونین به کارتون ادامه بدین. دوستان ادامه میدیم. در ضمن هالوک داره با مهموناش میاد، میخواد به شما معرفیشون کنه. کی هست؟ تا 1-2 ساعت دیگه پیداشون میشه، اومدن خودت میفهمی. بچه ها عجله کنید. چقدر اینا مرموزن ها. شب میای؟ من تولد مامانم رو تبریک گفتم. خیلی خوب باشه. بچه هم قراره بیان، واسه همین گفتم. نیازی به تذکر نیست، شما راحت باشین، لذت ببرید. من به خاطر خودت گفتم، واسه اینکه دوباره مشکلی پیش نیاد. خیلی سرت میشه پسر دایی. من از پس خودم برمیام. خیلی خوب، ولکام، بعدم میبینمت. خداحافظ. از مسافرین محترم پرواز شماره 2189 پگاسوس به مقصد استانبول تقاضا می‌گردد جهت گرفتن کارت پرواز به کانتر مربوطه مراجعه کنند. پرواز خوبی داشته باشید. برای اولین پرواز به استانبول میتونم یه بلیط بگیرم؟ بذارین چک کنم. برای 1 ساعت دیگه پرواز. 1 ساعت دیگه زودتر نداره؟ زودتر نمیتونین پیدا کنین. راست میگی، اتوبوس نیست که. باشه یه بلیط دانشجویی میدین حتما. 195 لیر. من بلیط دانشجویی خواستم، از اینایی که تخفیف داره. اگه بلیطو از قبل بگیرین براتون ارزون‌تر در میاد. میخواین؟ هم عذاب بکشم هم همه پول تو بده. متوجه نشدم. آخه من از هواپیما میترسم، میشه لطفاً بلیطو صادر کنی؟ حتما.